حضرت موسی علیه السلام یکی از قومش، یکی از امتانش به مثل همین کیفل یک بدکاره دیگری بود. اونم کارش فقط شرابی بود، کارش فقط نحس کثافتی بود. از کثرت نحسی کثافتی او را مردم به داد آمده بودند تا جایی که او را از قشلاق، از دهه بیرون کردند، دهات را کرانتین کردند، اعلان کردند که یگان کس با این رفت آمد نکند. اگر کسی به این آب و نانش بدهد او را هم از قشلاق بیرونش میکنه. مخلص الکلام، او را از قشلاق بیرون کردند. یک روز ایستاد، 2 روز ایستاد، 3 روز ایستاد. انسان بدون طعام، بدون شراب چند روزی میتواند، اما بدون هوا دیگر نمیتواند. هوا اساسی حیات زندگی انسان است. تا جایی که دیگر گرسنگی او را غلبه کرد، تشنگی او را غلبه کرد، هیچ کس به دادش نرسید. برای که در قشلاق اعلان کردن که کسی که نانش بره، کسی که آبش بره، او را هم از قشلاق بیرونش میکنه. خلاص مرد برای سراغ اون آمد، در حالتی که یک طرف تنگی جان است، یک طرف گرسنگی، تشنگی، گرمی بالای اون غلبه کردگی هست. طرفی راست نگاه کرد، فریاد کرد، هیچ کس به دردش نرسید. چپ نگاه کرد، هیچ کس به فریادش نرسید. قفا نگاه کرد، هیچ کس نیست. پیش نگاه کرد، هیچ کس نیست. رو به طرفی رحمت ذات رب العزت کرد، گفت پروردگار را ببین، امروز همه از ما رو گردانیدن، امروز همه ما را پرتافتن. پروردگارا نظر تو بر نگردد. خدایا تو رحمان رحیم هستی. همین دعا و همین تضرع کرد که الله اکبر، یا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه المغفره. ای ذاتی که گفت گناهان در بزرگی عظمت اون ضرر نمی آورد. یعنی اگر همه بنده های تو اگر گناه بکنند، ذات تو همون ذات است. ولا ينقصه المغفره. اگر گفت ما را عفو بکنی، از من در گذر بکنی، از بزرگی تو ذره کم نمی شود. الله سبحانه و تعالی جان او را به نرمی فرمود که بگیره. جان یک انسانی بدکار جانش را گرفتند. الله سبحانه و تعالی جبریل را دستور داد که جبریل نزد موسی بره، موسی را خبر بکن که بیرون قشلاق یک دوست ما خوابه. معنی گفت بفهمه؟ گفت دوست ما خواب است. برای گفت دوست ما را بگیر بیار، غسلش بکنن، کفنش بکن، جنازش بخوان و اعلان بکن که هر کسی که در جنازه او بیا شرکت بکند، من گناهی او را در گذر میکنم. وقتی که حضرت موسی اعلان کی کرد، مردمان گفتن که یا موسی اتستهزئ بنا. روایت حدیث همین طرز است. گفت موسی گفت با هم مسخره بازی کردی سودای، اصلا شوخی داری؟ یک مرد بدکار، یک مرد زیناکار، یک مرد شرابی، این چه خیلی ممکن است؟ حضرت موسی مناجات کرد، گفت پروردگارا، گفت این مردم چی میگویند؟ الله فرموده که موسی منم راست میگویم، بنده های منم راست میگن، اما من از همه راستگوتر هستم. گفت بله این شرابی بود، بله این همین خیلی بدکاره بود. زمانی که گفت همه از این رو گردانیدن، رحمت من به جوش آمد. من نخواستم که منم از این رو بگردانم. گفت مخلوق من است، مخلوق من است. من ای را آفریدم، من ای را آفریدم، بخشیدن اینم بر ذمه من است. یک نازکی تا میگم هرگز فراموش نکن، بعد از شرک و کفر بدترین گناه میدونین کدوم گناه هست؟ بدترین گناه همون گناهی هست که بندگان خدا را از رحمت پروردگار ناامید کردن. میفهمی گپا؟ بدترین گناه همین گناهی هست که بندگان خدا را از رحمت پروردگار ناامید کردن. دیگه ایرا خدا نمیبخشد. حدیث صحیح است، حدیثی که در اون شک شبهه نیست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم روایت میکند، حدیث متفق علیه،
و حدیث قدسی هست. حضرت الله سبحانه و تعالی برای پیامبرش فرمودن که من گناهی اون انسانی را نمی بخشم، اون انسانی که برای یکدیگر میگوید که خداوند این را دیگر نمی بخشد. وقتی که بر کسی میگویی که خدا تو را دیگر نمی بخشد، الله سبحانه و تعالی را غضبش بلند می شود. هرگیز بندگان خدا را از رحمت خداوندی ناامید نکنید، هرگیز. یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. هرگیز بندگان خدا را ناامید نکن که خداوند تو را دیگر نمی بخشد و همیشه رحمت پروردگار را مد نظر حیات خودت قرار بده. الله کریم است، گرچند که الله اکبر، الله کریم است، الله غفور است، ستار است، غفار است، اما فراموش نکنیم که خداوند قهارم هست. یک بقفه سخت می قفد، عذاب خداوندی هم سخت است، اما نسبت غضب پروردگار رحمت خداوند غلبه کردگی است. رحمت پروردگار نسبت غضبش بسیار وسیع است. هرگز از رحمت پروردگار نباید ناامید شد. الله سبحانه و تعالی عبادات من و شما را موردی قبولگاه خودش قبول بفرماید. الله سبحانه و تعالی به فضل کرم خودش از گناهان من و شما درگذر بفرماید. الله سبحانه و تعالی به سبب نماز فرائض نماز عشاء خدایا بلا و مصیبت ها را از بالای سر مسلمین دور بگرداند. الله سبحانه و تعالی کسانی را که سبب جمع آوری شدند خدای جزای خیرشان بده. خداوند ایشان حاجی را و قارئ کیما را و دیگر ایشان را خدایا توفیق بندگی و توفیق عمل کردن را نصیبشان می‌دار. پروردگار و مادرشان را مغفرت بگردان. پروردگار کلان سالان ما را عمری درازشان بده. پروردگار موی سفیدان ما را عمری با برکتشان بده. پروردگار کسانی که این سالها در این صف من و شما نیستند خدای آنها را مغفرت بگردان. پروردگار علمای ما را علمای ربانیین قرار بده. پروردگار ما را اخلاص در گفتار، اخلاص در عبادات، اخلاص در معاشرات خدای برای ما نصیب بگردان. پروردگار کبر و غرور و حسد و عداوت و دشمنی را خدایا از وجود ما برطرف بگردان. پروردگار به شرافت این نماز فرائضی که ادا کردیم خدایا سرزمین ما را ایمن نگه بدار. پروردگار فرد ما را هدایت بگردان. پروردگار کسانی که خیر خواه ما مسلمانان و این ملت و این سرزمین از خدایا جزای خیرشان بده. اما کسانی که بدخواه ما مسلمانان و این ملت و این سرزمین از خدایا او را نیست نابودش بگردان. اگر در مخدراتش هدایت از خدای هدایتش بفرمان. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دعا میکردند اللهم من اراد بالاسلام و بالمسلمین خیرا فوفقه منه و من اراد بالاسلام و بالمسلمین شرا فاهلكه كما اهلكت عاد و ثمود. پروردگار از گناهان ما درگذر بفرما. پروردگار دستان ما را خالی بر نگردان. پروردگار ظاهری ما را و باطنی ما را به اخلاص مزین بگردان. پروردگار باطنی ما را به اخلاص مزین بگردان. پروردگار قبلگاه ما را مغفرت بگردان. پروردگار کسانی که ما را حرف الف به الف درس دادن خدایا اونهایش که در قید حیات هستند خدایا جزای خیرشان بده و اونانشی که نیستند خدایا قبر آنها را منور بگردان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. جزاكم الله خير.